مرا افرایم با کذب و اسرائیل با مکر احاطه کرده است و یهودا هنوز با خدا با قدوس امین سرکشی میکند. کتاب هوشع نبی باب 12. یعقوب سرقبیله به قوم خود نمونه عبرت حیات را نشان داده است. افرایم باد می پیماید و از پی باد شرقی می دود. تمام روز کذب و ستم را افزون می کند و آنها با اشور عهد می بندند و روغن به مصر برده می شود و خداوند با یهودا نیز تلاش خواهد کرد و یعقوب را بر طبق راههایش به جزا مستحق خواهد کرد و او موافق اعمالش پاداش. در شکم مادر او پاشنه برادر خود را قپید و در اوج قوتش با خدا گوشتین گرفت و او با فرشته گوشتین گرفته غالب آمد. او گریسته پیش خدا تضرع نمود. در بیتل نیز خدا او را یافت و در آنجا با او گفتگو کرد و خداوند خدای لشکر هاست، خداوند اسم اوست. تو نیز سوی خدای خود رجوع نما، مرحمت و انصاف را رعایت بکن و همیشه به خدای خود توکل نما. وی سوداگر است که در دستش ترازوی مکر می باشد و ستم را دوست می دارد. ولی افرایم می گوید درست است که من ثروتدار شدم، برای خود مال و ملک پیدا کردم. در تمام دارایی من ناانصافی که گناه باشد نزد من نخواهند یافت. ولیکن من خداوند خدای تو از زمین مصر هستم. باز تو را مثل ایام عید در خیمه ها جایگیر خواهم کرد و من به انبیا سخن راندم و رؤیاها را افزون کردم و به واسطه انبیا مثلها را به کار بردم. مادامی که جلعاد پر از جفا گردیده است، پس اینها برابس بوده است. در جلجال آنها گاوها را قربانی می‌کردند و قربانگاه‌های آنها مثل سنگ‌توده‌های نزد آگردهای صحرا بود. و یعقوب به صحرای ارم گریخت و اسرائیل برای زن خدمت کرد و برای زن چوپانی نمود و خداوند به واسطه نبی اسرائیل را از مصر بیرون آورد و به واسطه نبی او را نگهبانی نمود. افرایم خشمی بغایت سختی به وجود آورد، پس خداوندش خون او را بر وی باقی خواهد گذاشت و ننگ او را به وی خواهد برگردانید.